یک رید یا عملیات ضد مهاجران در حمام بودرس در مسکو بحث برانگیخت. در نوار دیده می شود که گروه مهاجران نیم اوریان در روی فرش حمام تنگ خوابیدند. گفته می شود آنها از قرقیزستان هستند. وزارت کارهای خارجی این کشور در اظهارات گفت درباره رفتار غیر قانونی نیروهای امنیتی روسیه با مهاجران نمایندگان رفتند که مهاجران قرقیز با آنجا با شکم حرکت کن، خزیده را زودتر. در این نوارها دیده می شود که چند کس با لباس غیر نظامی و روی بسته به حمام در مسکو در آمدند. آنها شخصانی در روی فرش خوابیده را با لگد میزنند و از بالایشان میگذرند. سپس یک دوربین را محکم میکند. در میان آنهایی که به حمام حمله کردند نیروهای آمان و ارتش روسیه یا وزارت کارهای داخلی هم بودند. به نقل یکی از آنهایی که آن زمان در حمام بود، مهاجران را در آنجا 5 ساعت لطوکوب و تحقیر کردند. آنها همه را میزدند که ها بودند دیده نمیشد. با ما اجازه نمیدادند که سر بالا کنیم. در دستشان الکتروشوکر بود. سپس آنهایی را که جسماً قوی‌تر بودند با خود بردند. شخصان ریشدار را هم جدا کرده بردند. ریش یک نفر را همانجا قیچی کردند. وقتی سرکشی کرد در رویش زدند. با سوال یک از همراهان ما که پرسید چرا میزنند، آنها گفتند چون که شما را دوست نمی‌داریم. ژانار اکایف وکیل قرقیزستان از حکومت طلب کرد که به حادثه واکنش کند. وی گفت نهادهای قدرتی روسیه باید فوراً آنهایی را که این رید را گذرانیدند جزا دهند. هموطنان، مگر این درست است که یک گروه زیادی آدمان با آمان به حمام تاجر قرقیز در مسکو در آمده هموطنان ما را بیرحمانه میزنند؟ واکنش حکومت کجاست؟ وزارت کارهای خارجی، سفارت کجایند؟ دفعه گذشته هم همین خیل به بینای صاحبکار قرقیز زده در آمدند و آدمان را بدتر از تروریستان زدند. ما عضو اتحاد اقتصاد اوراسیا شریکان استراتژیکی هستیم. یعنی چی؟ اجازه میدیم که صدها هموطن ما را بزنند و خاموش بمانیم؟ باری اول نیست که نوارها با صحنه بازداشت تحقیرآمیز و لطوکوب مهاجران آسیای مرکزی از سوی نیروهای روسیه رسانه‌ای می شود. در گذشته کارشناسان این عملی مقامات قدرتی روسیه را نمونه بیگانه ستیزی و وجود شکنجه در کار مقامات این کشور نامیده بودند.